بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، امروز میخواهم همراه شما در یک نوار کوتاه درباره روزه‌گیری زنی حامله و زنی که کودک شیرمک یا شیرخواره دارد صحبت داشته باشم. پیش از همه در جامعه ما یک فکر غلطی هست که انسان یا زنی حامله یا زنی که کودک شیرمک دارد اگر روزه داشت او گناهگار می شود و برعکس به او گناه نوشته می شود. همین گونه یک اعتقاد در ما خیلی و خیلی پخش شده است و این رو بدانیم که در نزد تمام علما، یعنی در نزد تمام علمای اسلام، زنی که روزه گرفتن او به سلامتیش ضرر ندارد، یعنی زن حامله یا زنی که او شیر میدهد و روزه گیرد شیر او کم نمی شود و یا به کودک او ضرر نمی رسد، او اگر روزه گرفت او گناهکار نمی شود. برعکس بعضی از علما میگن فرض است وقتی تو میدانی که حامله هستی و روزه‌گیریت به حاملگی تو ضرر نمی کند، یا کودک شیرخواره داری و روزه‌گیریت به کودکت ضرر نمی کند. برای همین این فکری که کودک میده داری روزه ندار که گناهگار میشوی، حامله هستی روزه ندار که گناهگار میشوی، فکری کاملا غلط می باشد. اما در ما حدیث در کتاب مسند امام احمد از سنن ترمذی و نسائی آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه و عن الحامل والمرضع الصوم او الصيام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند پروردگار برای مسافر اجازه داده است که نیمی نمازش را بخواند، یا نیمی نماز مسافر را پروردگار کنار گذاشت، یعنی برای اجازه داده شد که نیمی نمازش را بخواند. و برای زنی که حامله هست و یا اینکه مرضع یعنی شیر میدهد روزه را. و همین دلیل رو گرفته تمام علما میگویند زنی که میداند که روزه‌داری او به سلامتیش ضرر میرساند، یعنی زن حامله یا زنی که کودک میده دارد و میداند که اگر بر زن شیر دهی روزه گیرد او کودکش خیلی بیشتر میماند یا خودش خیلی جسمش ضعیف و ناتوان میشود، برای او اجازه است که روزه نگیرد. برای او اجازه است که روزه نگیرد معنیش این است که اگر روزه گرفت او گناهکار نمی شود، اما اجازه دارد. اما زنهایی که میدانند که حامله هستند و روزه دارند، آنها تماما به پا نمی ایستند، یا بیهوش می شوند یا از حد سلامتیشان پایان می فراید. یا زنهایی که شیر می دهند و می گویند اگر من روزه دارم تماما شیر من قاق می شود و کودک 2 ماهه 3 ماهه من گرسنه می مانند، برای اینها تماما روزه گرفتن ممکن است، برای اون که خودشون رو به هلاکت برده ایستادند، در حالی که برای اینها اجازه است که روزه نگیرند. اما زنهایی هم هستند که میگویند من سلامتیم خیلی خوب است، برعکس در وقت روزه داری من اشتهایم خوب می شود. یا اینکه زنهایی هستند که مثلا میگویند من شیر میدهم اما کودک من خوراک هم میخورد، 5 ماه هست 6 ماه هست و جز شیر مادر خوراک عادی هم میخورد، اینها روزه گیرن گناهکار نمیشوند. و برای روزه گیری اینها اجازه شوهر یا اجازه دیگری لازم نیست، برای اینکه این رمضان یعنی روزه رمضان فرض میباشد. برای همین فکر این که برای تمام زنهای حامله، برای تمام زنهای شیردهنده روزه گیری ممکن نیست، فکری کاملا غلط است. اوره برای زنهایی که حامله هستند و میدانند که روزه‌گیری به سلامتیشان ضرر دارد، یا کودکان شیرخور دارند و به سلامتی خودشان و کودکشان ضرر دارد، اینها میتوانند چون برایشان رخصت است روزه نگیرند. اما این را هم بدانیم که بعضی خواهرایی هستند که میگویند نه من حامله دار هستم و برعکس روزه برای من فایده میدهد. بعضی خواهرانی هستند که میگویند من شیر میدهم اما من هرگز در وقت روزه داری شیرم کم نمی شود. در اینجا اینها اگر روزه گیرن البته بهتر است، برای اینکه برکت رمضان دیگر هست و برکت روزه ماه رمضان دیگر. و اینجا خواهرانی که اجازت را گرفتند که اوره به خاطر اینکه سلامتیشان خوب نیست یا عموما جسم آنها بی‌قوت است روزه گیری نمیتونن، شریعت برایشان اجازه داده است، حلال است که روزه نگیرن، اینها چیکار میکنن؟ بعد از اینکه از حاملگی خلاص شدن، یعنی کودکشان را تولد کردن، یا بعد از شیر داده شدن، همون 30 روز قضای خود را روزه میگیرن. کسی میگوید نه شما به جای 30 روز 2 ماه روزه میگیرید، 3 ماه روزه میگیرید، یگان خیلی به اینجا رابطه ندارد. برای اون که آیتی که الله میگوید و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر،
هر کسی که از شما بیمار باشد و یا مسافر باشد میتواند دیگر روز روزه بگیرد. و داخل این زنهای حامله و شیردهنده هم می‌دارند که اگر به خاطر سلامتی روزه داشته نتوانستید، وقتی سلامتیتون خوب شد که البته رمضان تمام می شود، شما همون 30 روز قرض خود را یا در یک هفته 2 بار یا برابر یا اینکه تقسیم کرده تا سال آینده باید گرفته دهید. یعنی 30 روزی قرضتون را 30 روز قرض میگیرید. اما سلامتیتون خوب است، میدونید که به حاملگی شما ضرر ندارد، که زیاد از طب هم امروز یعنی ساحه طب هم کشف کرده است که انسان هایی که روزه می‌دارند برعکس ارگانیسم آنها به قوت می شود، برعکس سلامتیشون بهتر می شود. اگر رفت و یقین پیدا کردید که می توانید روزه گیرید، البته اگر روزه گرفتید گناهگار نمی شوید. و چه خیلی گفتم یک فکر غلط است که به کل حامله و به کل زنهای شیردهنده جدا نکرده که کی میتواند کی نمیتواند. بعضی حکم میکنند که روزه گیری ممکن نیست، در حالی که شریعت نگاه میکند به حال مادر میتوانی روزه بگیر، ثوابش رو هم میگیری، از برکت رمضان نمیمونی. نمیتوانی، شریعت یسر است، یعنی آسانی هست که برایت اجازه میدهد الان روزه را بخوری و بعدا وقتی که سلامتیت خوب شد از شیر برآوردی یا اینکه از حاملگی خلاص شدی میتوانی این 3 روز قرض‌هایت را بگیری. این بود عزیزان صحبتی کوتاه من همراه شما. انشالله بعضی از کارهایی که در ماه رمضان کردنش حرام است، بعضی از کارهایی که در رمضان کردنش جایز است اما مردم ما کردنش گناه میدانند، درباره این موضوع ها در نوارهای بعدی همراه شما صحبت میکنم، با امیدی که برای هموطنان عزیز علل خصوص خواهر و مادران تاجیک و همزبان خود یک خدمتی هم داشته باشیم و پروردگار از من و شما قبول کند و به ما رمضان را صحت و سلامت برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.